پدری داریم برمیگردیم و بچه‌های ما با یه ماشین دیگه رفتن و من رفتم که یه جوونی بود می‌خواست یه مقدار تمرین رانندگی کنه، گفتم بهت یاد میدم و برگشتم دیدم بچه‌های ما با یه ماشین دیگه رفتن و من تنها شدم دارم برمیگردم خونه و توی این فاصله گفتم بهترین موقعیت اینه که یه چند تا موسیقی بی کلام با هم دیگه گوش کنیم و این مقدار حال هوای ما عوض بشه. ترانه خونه رو از داریوش که همتون شنیدید، شعرش هم اگه اشتباه نکنم تورج نگهبانه. موسیقیش رو بابک بیات زده بود که فوق العاده این موسیقی زیباست و اینو با هم دیگه موسیقی بی کلام خونه از بابک بیات از جز شاهکارهای بابک بیات، اینو با هم دیگه گوش کنیم. یه جاده بین شهری رو دارم میرم، خیلی قشنگه، متأسفانه تاریکه، زیاد چیز نداره، فضاش مشخص نیست. حالا ان شاءالله یه روزی اگه بود از این جاده اگه بازم عبور کردم براتون بهتون نشون میدم. بریم سراغ موسیقی خونه بابک بیات، زنده یاد بابک بیات. بریم قدرت پیانو و قدرت آهنگسازی رو ببینیم. حالا پیانویی که میخواد بزنه پیانوی خطی رو دقت کنید، پشت سر کنید، وحشتناک زیباست، شاهکار بابک بیات. دوستانی که لایو نگاه میکنن، لایوایی که من میذارم توی توییتر رو نگاه میکنم، بعدم بهم کامنت بدن ببینم کدومی که از بچه‌ها لایو با من بوده، یا دایرکت یا کامنت بهم بدید که کدوماتون لایو دارید نگاه میکنید. یه عدم خناس هستن میان یواشکی نگاه میکنم میدونم، ولی اشکال نداره، از اونها ما عبور کردیم و خوشبختانه از اسویسامون اینا رفتیم بیرون. بریم سراغ موسیقی. شاهکار بابک بیات. زیبایی جاده رو ببینید، کلا سربالایی سرپایینیه. از موسیقی لذت ببرید. واسه من هزار تا خاطره داره، خونه این خونه تاریک چه روزایی رو به یادم میاره.
یادم نمیره دیوار خونه پر از پنجره بود، خونه حتی اینجا باید ادامهش رو، اینجا تو آهنگسازی فرق کرده، ادامهش رو باید میگفت که تا غروب همسایه ما دریا بود، ستاره بود، منظره بود. بعد خونه جای بازی، دقت کنید اینجا رو، بایستید، جای بازی برای آفتاب و آب بود، پر نور واسه بیداری، پر سایه واسه خواب بود. دوباره موسیقی و موسیقی بی بدیل بابک بیات. آقا هدلایت ندم، من خودم ته هدلایتم، بیا. پدرم میگفت قدیما کینه هامونو دور انداخته بودی، توی برف و باد و بارون خونه رو با دستامون ساخته بودی، خونه عشق مادرم بود که تو باغچش گل اطلسی میکاشت. دوباره خونه روح پدرم بود، چیزی رو هم پای خونه دوست نداشت. این تیکش رو توی آهنگسازی میگم نیاورده. خونه جای بازی برای آفتاب و آب بود، پر نور واسه بیداری، پر سایه واسه خواب بود. حالا میره برای اون اوج معروفش که سیل غارتگر اومد، اونجاش گوش کنید بچه‌ها. سیل غارتگر اومد، زد و از کوچه گذشت، گلا رو شکست و برد، زد و از خونه گذشت، دست غارتگر سیل خونه رو بیرونه کرد، پدر پیرم و کش، مادر رو دیوونه کرد. نقطه اوج این آهنگ گوش کنید. حالا من موندم و این دیوونه ها، پر خشم و کینه دیوونه ها، من زخمی، من خسته، من پاک، می نویسم آخرین خط رو خاک. کی میاد دست توی دستم بذاره تا بسازیم خونمونو دوباره.
توی دستم بذاره تا بسازیم خونمونو دوباره. کی میاد دست توی دستم بذاره تا بسازیم خونمونو دوباره. اینم تقدیم به همه عزیزان و همنفسان، ترانه بسیار تکان دهنده خونه با موسیقی دیدید دیگه بی بدیله. این موسیقی رو اولش یه بار دیگه با هم دیگه گوش کنیم. موسیقی اولش رو داریم دوباره بی بدیل مرحوم و زنده یاد استاد بی بدیل موسیقی ایران، زنده یاد بابک بیات، که بسیار برای ایشون من احترام قائلم و از خود حالا کلاس هاشون شرکت نکردم ولی دیدار با ایشون داشتیم. بسیار انسان فریخته‌ای بود که از دست دادیم ایشون رو، و موزیسین بسیار قدرتمند که هرگز هم وارد عرصه سیاست فیک و اسکولیسم سیاسی مثل خود اینهایی که الان هستن نشد. دمش هم گرم، واقعا روحش شاد و روح پسرش مانی هم شاد. این تیکرم موسیقی اولش گوش کنم، بعد من اگه شد یه موسیقی دیگه هم بذارم، چون تقریبا تو این جاده بین جاده روستایی که الان هستم که خیلی هم قشنگه به مقصد دارم نزدیک میشم. بریم ادامه. آقا ما رو این برای پشت ترافیک نگه ندار. میبینید قدرت موزیسین رو نگاه کن چقدر داره قشنگ مینوازه، و پیانیستی که داره با بابک کار میکنه و خودش داره باش روش میزنه ملودیا رو. چقدر زیباست. اینم امشب قسمت بود که بچهای ما با یه ماشین دیگه برم، من تنها بشم تو ماشین و با هم دیگه این آهنگا رو گوش کنیم. چقدر تسلط. دوستانی که توی لایو الان با من هستید، فکر کنم نزدیک 40-50 نفری دارم. اونایی که دارین الان با من لایو نگاه میکنید و با من لایو همراه هستید، بی زحمت برای من کامنت کنید یا دایرکت کنید ببینم کدوم که از رفقای ما توی این لایو امشب با من بود و اون خناسانم که من یواشکی نگاه میکنن چی بگن. خدا انشالله سر عقل بیاره شما رو. من کاوه یاسر دیگه فکر نکنم حرف حدیثی باقی بمونه. خب بریم فکر کنم بر این موسیقی ما هم گوش کنیم بچه‌ها. مال فیلم سینمایی مستر نوبادیه. مستر نوبادی جزو اینم بهتون بگم، مستر نوبادی این قسمتش عاشقانه این فیلمه. زندگی یعنی باور و فلسفه فیلم سینمایی مستر نوبادی، باور و فلسفه وجودی جبر و اختیار رو که ما براش فرمول داریم در دین مبین اسلام و در باورهای تشیع. برای جبر و اختیار ما کامل اصلا یک فصل بزرگ داریم و برای ما تقریبا حل شده است. اینجا توی این فیلم مستر نوبادی این باور جبر و اختیار شما رو با خاک یکسان میکنه. من به شیخ میلاد نازنین و خود حجت الاسلام و المسلمین جناب کاظمی پور هم گفتم این فیلمو ببینید و جواب این فیلمو بدید. این فیلم شاید بگم 2 سال وقت من رو گرفت، فیلم مستر نوبادی. این موسیقی که الان اینجا داره مینوازه و یه گیتار خیلی قشنگ داره، این مال قسمت عاشقانه است که توی عشق 15 سالگی و اینا یک صحنه‌ای داره که نشون میده اینها پسر عاشق میشه و بعد توی اون حرکت پروانه‌ای و اثر پروانه‌ای دختره رو از دست میده و اینها. رفتش هم خودتون فیلمو ببینید که رفتش به اثر پروانه‌ای چیه. منتها باور جبر و اختیارتون رو با خاک یکسان میکنه فیلم سینمایی مستر نوبادی. اگر جوان‌ترا میخواید نگاه کنید حتما به یک کسی که بلد این رو تحلیل کنه و از دل شما رو نجات بده با اون آدم بشینید نگاه کنید یا با اون آدم رجوع کنید قبل و بعد از دیدن این فیلم. من این فیلمو چند بار معرفی کردم و خودم لازم میدونم که تو تایملاین من اینو معرفی کردم و جوابش هم دادیم، ولی حتما تحلیلش رو هستم تو آدمایی که واردم به این عرصه حتما از اونجا نگاه کنید. بریم موسیقیشو گوش کنیم. موسیقی فیلم مستر نوبادی یه موسیقی 3 دقیقه‌ای گیتار خیلی قشنگه، صحنه‌های عاشقانه‌ای که بین این دختر پسره به وجود میاد و بعدش همدیگه رو از دست میدن و یه حالت
یعنی ملودرام تو این موسیقی از دل خود همون فیلم بیرون اومده. گوش کنید. یه لحظه من جواب تلفن رو بدم. سلام، من فکر کنم برسم تا یه تقریبا 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه. خب باشه خوبه، من دیگه مستقیم دارم میام دیگه. باشه قربونت. باشه قربونت خدا. بچه‌های ما به مقصد رسیدیم. خب بریم موسیقی بخش یه بار دیگه موسیقی از اول. خب بریم. حیف این عذابی. گوش کنید. موسیقی زیبا. با کت شلوار امشب ما رفتیم مهمونی به قربون. گیتار دستم گرفتیم. امروز فرمان دستانی از دنیا رفتن. با اسکولیسم سیاسی هم از دنیا رفت. خدا بیامرزه. بدبخت عاقبت به خیر نشد. قشنگ موسیقیش. اینجاش موسیقی. ببینید پاساژی که اینجا میگیره اصطلاحاً توی موزیسینا میدونن چی میگن و کنارش اون به اصطلاح تمی که بهش داره و اینجا تمش میاد بالا. نگاه کنید خود از اینجا هم از کیبورد استفاده شده، هم از گیتار استفاده شده، هم از ویولون. نگاه کنید اینجا رو. شبیه موسیقی فیلم نامه‌های از آیوجیما که اونجا یه تم زیر پیانو میاد، اینجا زیر گیتار میاد. خوشگل ببرمتون امشب ببینید. بذارید این دوربین رو برگردونم. میبرم تا همه جاهای قشنگ رو ببینید. تبلیغات شهرمون هم بکنیم دیگه. دوستای نزدیکم میدونن این موسیقی مال مخاطب خاص منه که گوشیم زنگ میخوره، این روی اون مخاطبین خاصمه. خب بریم ببینیم دیگه چی گیرمون میاد راستی. ببینم اینم دوباره موسیقی های همین فیلمه. اینا نه، میخوام ببینم موسیقی امروز چی گیرمون میاد. نه اینا که موسیقی ژانر وحشت اینا رو درش بدید. اینم خیلی قشنگه، ولی من دنبال یه چیز دیگه ام. اجازه بدید میخوام موسیقی این موسیقی هم خیلی قشنگه مال همین فیلم باشه. نمیدونم با این موسیقی میتونید ارتباط برقرار کنید یا نه. بذار با همین بریم جلو. اینا موسیقی پست مدرن ها. یه جای قشنگ ببرمتون همیشه. تیتراژ فیلم نامه‌های از آیوجیما رو گوش کنید، حتما با هدفون هم گوش کنید.
جای قشنگم دارم بهش نزدیک میشم. یه جای خوشگلی رو نشونتون بدم بعد خداحافظی کنم. ببینم چی گیرمون میاد. ببینم چی گیرمون میاد ببینم یه لحظه. نه باید پس ما معکوس بریم حالا اینجوری نمیشه. اجازه بدید. معکوس بریم. بعد دیگه 20 تا آلبوم برم عقب. همه جور آجیلی هم تو این فلاشای ما هستش ببینم. براتون میخوام یه موسیقی خیلی قشنگ پیدا کنم. ببینم چی گیرمون میاد. بله اوکی بچه‌ها گوش کنید. موسیقی فیلم مرسدس شاهکار دیگه‌ای از بابک بیات. گوش کنید. خوراک این روزای ماست که دلمون پر از غمه. خب بریم جای خوشگل بهتون نشون بدم با موسیقی بابک بیات. اون مقبره‌ای که جلو می‌بینید مقبره کاشف، یعنی وارد کننده بذر چایی به ایرانه. کاشف السلطنه معروفه اصطلاحاً. بذارید کلاپولامونو برداریم اینجا. میذارم که عادتتون نکنه. از موسیقی هم لذت ببرید. اونوری دیگه نمیرم اون بالا نکن سر بالایی رو. اونور خیلی خوشگله ولی دیگه اون وقت نیست. میخوام برم خونه. من با این موسیقی همیشه گریه میکنم به خاطر اینکه تو این ایام ها، یعنی توی هم که کربلا یه جورایی مجسم شده. ملت رو ببینید تازه ریختن بیرون. این وضعیت ایرانه. بعد میگن ایران چه میدونم، اصلا حاضر نیستن که یه لحظه برن چه میدونم. اومدن تازه شبا دور اون مسجدی هم که اون جلوی چقدر قشنگه. حالا جای خوشگل مونده ها میبرمتون. بذارید من دور بزنم اینور شلوغه بچه، از این وری نریم تو ترافیک گیر میکنیم. بذار دور بزنم. آقا ببخشید یه لحظه. ببخشید دور بزنیم برگردیم از دوره. اینجا ساکسیفونشو گوش کنید. این ولی خلوت تره. الو من از این بر اومدم از سمت چیز کاشف. بله خب باشه دست شما در نکنه. باشه مرسی خدا. بچه این قسمت ها خیلی خوشگله نگاه کنید. من همچین جایی زندگی میکنم، همچین محله هایی. از موسیقی هم لذت ببرید.
از استخر و آبشارم رد کنم، بعد خونه خودمه دیگه، میرم دیگه خونه. دیدید موسیقی چقدر قشنگ بود دیگه، با موسیقی به همه موسیقی‌های این فیلم مرسدس که بابک بیات کار کرده همشون قشنگه. گوش کنید. یه ترانه معروف هم داشت. این وضعیت مردم ایرانه. بعد میگن وضع ایران خوب نیست. گوش کنید. نگاه کنید ساعت 1-2 شب. نگاه کنید چرا؟ نگاه کنید. ترافیک راه نیست. مردم اومدن دور دور دارن تفریح میکنن. آدم با اون ماشین پاترول بشینه از روی اینا رد شه بره. خب موسیقی خب وایسید، میخوام موسیقی فیلم شکارم براتون بذارم. وایسید، این که دیگه موسیقی معرفی بود. اینم شاهکار دیگه از بابک بیات. آقا نگاه کنید منطقه چقدر خوشگله. اون جلو استخر رو روبرو رو ببینید. این طرف هم یکی از قشنگترین جاهای ایران. راه نیست. ببینید ساعت 1-2 الان ساعت چنده؟ بذار من تو گوشیم نگاه کنم. ساعت 12:36 شبه. نه وضع مردم ایران بده. همه چه میدونم گرفتارن. آره دوچار اسکولیسم سیاسی نشید. این سنده. موسیقی زیبا رو گوش کنید. شاهکار دیگه از بابک بیات. موسیقی فیلم شکار The Hunt. یا هانت هم آلمانیه، اون نه فیلم ایرانی با بازی پرویز پرستویی و با مرحوم خسرو شکیبایی. این هم به من کامنت ندید چرا اینقدر غمگین هستی. تا زمانی که جهان مدیر نداره و صاحب این دنیا نیومده من غمگینم و رفقای من غمگینم. ما غمگین هستیم، دلمون شاد نمیشه. فقط به دلمون به مهدویت و به ظهور شاد خواهد شد انشالله. شما خوش باشید دیگه. شما که امکاناتشو دارید یا ندارید بهت خوش باشید. من همه چیزم دارم تو زندگی، منتها خوش نیستم. فقط ظهور، فقط ظهور. ببینید چقدر خوشگله اینجا بچه‌ها. من دیگه هیچ آبشار دیگه وقت نشد من آبشار اینو براتون بگم. نه که محبتش اصلا حرف نداره. حالا بخاطر این من خودم شهر خودمه نمیگم، کلا اصلا کلا من که نصف سال اینجا نیستم. ولی خب ترافیکو روی این من یه ترانه هم گفته بودم قبلا. این هم رستورانی که بعضی موقع از اونجا برای شما روزای جمعه لایو میذاشتم و اسپیس برگزار میکردم. رستوران بالا نگاه، رستوران سیمرغ اون بالای بالا نگاه کنید، اون روبرو اون جاییه که یکی از اون به اصطلاح میزای کنجش مثلا چیزه سند خورده به نام خودم و کافه رفیقمه و از اونجا براتون من اسپیس برگزار میکردم. نگاه کنید اونجا رو، اون بالا. این بالا اینجا. اون دختره کجا وایساده پشت پنجره؟ اونجا. خب دیگه منم رسیدم بچه‌ها. همین بغل دیگه ما میریم و از حضورتون مرخص میشیم.
انشالله که یه لایو خیلی خوبی بود و حدود فکر کنم نزدیک 150 نفر فکر کنم توی لایو اومدن و رفتن، هی میومدن و میرفتن و انشالله که اگه شد بازم تو فرصت‌های دیگه براتون لایوهای دیگه هم خواهم گذاشت. فردا که جمعه است اسپیس نداریم، شنبه اسپیس احتمالاً تخصصی خود کارنسی وارز رو داریم و جنگ‌های ارزی رو داریم و شنبه و البته اینا من 2-3 تا اسپیس با هم دیگه برگزار می‌کنم. یکیش سیستم برتون وودز، یکیش کارنسی وارز، یکیش هم اون کتاب اقتصادونای شهید صدره. اینا رو ان شاءالله توی شنبه سعی می‌کنیم یک مجموعه ای از اینا رو، چون هر کدوم ما فکر کنم 2 جلسه یا 3 جلسه از هر کدوم رو رفتیم توی 1-2 سال اخیر. سعی می‌کنم چکیده مطالب این 3 تا اسپیس رو، یعنی جنگ‌های ارزی کارنسی وارز و خود سیستم برتون وودز و کتاب اقتصادونای شهید صدر رو سعی می‌کنم اینا رو همه رو با هم دیگه اجماع بگیرم و به کمک اون استاد عزیز، استاد جوانمون شیخ میلاد عزیز، ایشون هم حضور داشته باشن و بتونیم مطالب رو در خدمتتون باشیم و عنوان کنیم. من رسیدم به خونه و دم همه عزیزانم گرم که با ما بودید توی این لایو شبانگاهی که واقعا لحظه‌ای و اتفاقی شد، به قول اینستاگرامی ها یهویی شد. دمتون گرم و یا علی مدد و